ورزش کرده است برای همگان معلوم است. حالا اکنون نبرد کامرانشاه استوپریان با شمشاد عبداللهیف در تتم دیگر پیریان و شمشاد عبداللهیف. باور کنید همون شمشاد من بالا هم قید کردم که گوشتنی خوب میگیرد، اصلا به هنری هم شمشاد. اکنون نمیدونم تو با کام اوه انا اکنون ببینید این وضع ناگوار برای کامرانشاه. انا این حالت هم میشود آگاهی قبول نکند و جای سرکشی هم نیست. ای برادرو باور کنید امروز چهره های نو میبرایند. همین است، این میدان دویما یک پهلوان نمیماند، چهره های نو میبرایند. میشود گوهر هستند بعد از بعضا پهلوانانی که خوب گوشتین میگیرند، آنها نیز باید درخشند، چون که امروز مقصد از برگزاری همین مسابقه نیست درخشی چهره های نو است. کی زور است با قول دیگر در میدان معلوم میگردد، مردم میبیند در اینجا اولاد رو میبیند. حالا کامرانشاه استوپریان و سید جلال سعیدوف همیشه خاموش هستند با فردوس. آواش هم شد عبداللهیف، این پهلوانی پیراهنی کبود پوشیده حالا هم فعال است و کامرانشاه باشد باید کار دیگر رو سمت دیگر رو جون کند. برای کامرانشاه اکنون رقابت با شمشاد است کمی مشکلی گردید، برای او مشکلی به بار آورد، اما باید شمشاد نیز احتیاطکار باشد وگرنه کامرانشاه تجربه غنی دارد در گوشتنی. جدا از این خاطر تجربه او نیز کمک رسانده است. خورشید وحیداللهیف داور مرکز در آنجا است. حالا فعال را معین میکنند میان سید جلال سعیدوف و فردوس نسیموف. نه هنوز خاموش هستند. سید جلال با قبل، سید جلال قپیدن، برای سید جلال قپیدن باید آنر سید جلال بلند شود. اگیرت سید جلال با فردوس، کامرانشاه با شمشاد علکی گرفته ایستادند. هر دو دست به گریبان هستند بین همدیگر که انگشت سر داور نشان داده بود، اما فردوس نسیموف حالا با گوشتین گرفتن اونقدر مایل ندارد شاید با سید جلال. شمشاد عبداللهیف با کامرانشاه استوپریان در تتم رقم 2 گوشتین میگیرند. کامرانشاه کمی توقف کرده بود در گوشتین جدا، یعنی بردش کمتر بود و آخران مراتبه در قهرمانی آسیا در امارات عرب خوب هنر نمایی کرد، هرچند در قسمت فینالی از دست رقیب ژاپنی شکست خورد. اما در دیدار با چینی، با قزاق، یک اسلام باسبایف است، یک رقیب دومی کامرانشاه استوپریان است که او را دائما کامرانشاه. اوه شمشاد عبداللهیف، شمشاد عبداللهیف رها نمیکند کامرانشاه را. همین است. فردوس نسیموف باشد با سید جلال سعیدوف. نه اینجا دیگر برای ایستادن نیست، گوشتین گیرید، گوشتین گیرید، گوشتین خوب را نشان دهید. شما را زیاده از 8 میلیون نفر تماشا میکند، شاید بیرون از جمهوری تاجیکستان هم شما را نگاه میکنند. شما نفرانی هستند. اوه در آنجا باشد شمشاد کار کامران را به سمت دیگر برده. ببینید خیلی وضعی مرکبتر است برای بوف. انا این بعد این وضع را داور مرکز نمیگوید. بعد از امر داور بله داور باید بالانس ادا کند. حالا در گوشتنی ملی تاجیکی بسیار جزترین کمبودی ها زیاد است که باید اصلاح گردند. هم داوران هم ورزشکاران قاعده هایی است که تا هنوز هم اجرا نمیگردند. طلبات هایی است که باید از جانب ورزشکاران و داوران
سرول دواران آنها را باید سمینارها گذرانند. پیش از این مسابقه چندین مراتبه سمینارها گذرانند. سرداور دواران آنها خوب کار را برامونند، چون که اینجا میلیون ها نفر تماشا میکنند این مسابقات را. و یک اشتباهی داور میتواند که کار ورزشکار را خستگی را ببرد برای ورزش. اکثرا مخلصان سجلا سیدوف را حالتها قدر خوش قبول نمیکنند، اما سجلا سیدوف به هر حال با قسمت نیمه نهایی برآمد. نیروسنجی دو پهلوان دیگر در میدان اوله اینجا هم خاتمه می‌یابد. هرچند مبارزه جالب بود، تلاش بیشتر بود. شمشاد عبداللهیف هم سزاوارانه در این مرحله خیلی مبارزه برد، اما آگاهی تنبیه آخر را که شمشاد عبداللهیف گرفت، از این خاطر طبق قاعده گوشتین ملی غلبه نصیب کامرانشاه گردید و این پهلوان به مرحله نیمه نهایی برآمد. اکنون در سبقت‌های نیمه نهایی تیمور رحیم با سیدجلال سیدوف قمه می‌سنجد و میر محمد و شکر محمد با کامرانشاه استاپریون. فرصت برای معرفی پهلوانان دیگر در سبقت‌های نیمه نهایی فرا رسید. در وزن تا 80 کیلو اینجا هم چهارگانه که باقی مانده است، رحمت الله بیگ فرهادوف و پهلوان دیگر سید مختار